گاهی وقتا هست ما یه عیب از یکی میبینیم تمام خوبی‌هاشو فراموش میکنیم، یک بدی از یکی سراغ داریم، با همون یک بدی خط بطلان میکشیم بر همه کارنامه قشنگ و گذشته زیبایی که این فرد داشته. تمام زندگیش پر از خوبی ها بوده، تمام زندگیش پر از در حقیقت نکات مثبت بوده، اما یه جایی خطا کرده، یه جایی اشتباه کرده، یه جایی یک گناهی ازش سرزد شده. خب قرار نیست که معصوم باشن اطرافیان ما امید عصمت و امید در حقیقت پاکی از همه گناهان رو از همدیگر نباید داشته باشیم. من طلب اخا بلا عیب فصار بلا اخ، کسی که دنبال یک برادری میگرده که کاملا بی عیب باشه، اون تا آخر عمرش هم نمیتونه یه برادر و یه دوست صمیمی برای خودش پیدا کنه، چون اینطور فردی اصلا نیست. کمال فقط مال ذات الله که هیچ نقصی در اون راه نداره و عصمت و پاکی مطلق مال انبیا علیه السلام. اون کسایی که در درجات پایینتر از انبیا هستن حتما خطا، لغزش، کوتاهی، عیب و ضعف در اونها وجود داره. اما این دلیل نمیشه که من ذره‌بینی دست بگیرم صبح تا شب دنبال عیوب دیگران باشم، بزرگ نمایی از عیوب دیگران بکنم و اینقدر این عیب رو بزرگ جلوه بدم که همه خوبیاشو نبینم. این بی انصافیه. این با اون چیزی که رسول پاک در این حدیث فرمودن برابری نمیکنه. آینه خطا رو نشون میده، 100 تا خوبی رو هم کنارش نشون میده، 100 تا حسن رو در کنارش نشون میده. تو همه اینا رو داری ولی اون لکی هم کنار صورتت هست، اونم تمیز کن. خوبی ها رو هم انکار نمیکنه، 100 تا خوبی رو هم بیان میکنه، یک ضعف، یک کمی، یک کاسری اونم بیان. ها اگر آینه آمد و خطاها رو خیلی بزرگ جلوه داد، این مشکل از خود آینه است. این مقعر محدب به هر شیوه این آینه خودش کج و ماوجه که این بدی ها رو داره اینقدر بزرگ جلوه میده. دوم چیزی که در آینه وجود داره اینه که آینه خطا رو روبروی فرد میگه، حافظه ای نداره، هاردی نداره، مموری نداره، اینا رو تو خودش ضبط کنه بعد به نفر بعدی هم نشون بده، پشت سرم اینا رو جار بزنه. اخیر تا لحظه ای که طرف روبروش ایستاده خطاشو بهش گوشزد میکنه، کاستیشو بهش نشون میده، اما از اون لحظه ای که او از کنار آینه رفت دیگه اون خطا رو هم آینه فراموش میکنه، گویا اصلا خطایی ندیده، اثری از اون خطا دیگه تو وجودش باقی نمیمونه. کینه‌ای، بغضی، نفرتی در درون این آینه نسبت به اون فرد وجود نداره دیگه. آخه من دارم خطای فلانی رو میبینم، توبه شبش و ندامت شبش رو من ندیدم. آخه من یه خطای اون رو دیدم، 100 تا خوبیش رو ندیدم. آخه اگر من گناه این فرد رو دیدم، منم در وجودم 100 تا گناهه که فقط فرق میکنه این گناه ها. اون یه مدل گناه داره، من یه مدل گناهایی دارم. حالا چی شده که گناه اون گناهه، گناه من گناه نیست؟ او عیب داره، من بی عیبم، عیبای اون با عیبای من فرق میکنه فقط، و دلیل نداره به خاطر عیوب او من او رو تحقیر کنم، کوچک ببینم یا اینا رو تو خودم ثبت و ضبط کنم و به چشم حقارت اون رو نگاه کنم. نه خیر. المؤمن مرآت المؤمن، مؤمن آینه مسلمانه. و دیگه این که وقتی آینه داره خطای منو به من گوشزد میکنه، اون جیوه و سیاهی پشت خودش رو فراموش نمیکنه. یعنی اون لحظه که داره خطای این فرد رو بهش نشون میده، میفهمه که پشت من دنیای از سیاهیه، پشت من دنیای از خرابیه، پشت من دنیای از عیبه.